کنیم به گذاشتن استریما. من قرار سرور جدید رو بچه‌ها بر پایه مادپک بذارم، یعنی اه، اوکی، بر پایه مادپک بذارم، یعنی دیگه اونایی که پوجاب لانچر دارن نمیتونن بیان داخل سرور. نمیدونم اگه بتونن مادپک نصب کنن میتونن بیان، ولی خب سرور اونجوریه که باید مادهای سرور رو داشته باشید تا بتونید جوینش بشید. و اولین مادپک رو هم میخوام بهتون بگم که چطور دانلود کنید و کی سرور استارت میشه که بتونید بیاید داخل سرور و بازی کنید. این مادپک الون آن رفی همچین اسمی داره، رفته، یعنی مادپک رفته. اگه رفت بازی کرده باشید میدونید که رفت یه دنیاییه که جهان رو سیل برده و واسه اینکه زنده بمونید شما روی تخت چوب اسما میشید و با لوت کردن جوایی که واسه تون میاد تو دریا میتونید لول آپ کنید، کشتی بسازید. و این مادپک هم دقیقا همون کار رو میکنه، یعنی ویلیج و ندر و اندو داره، ولی خب اندو ندرش یکم تغییرات داره، ولی اندش نه، اندش همون اند ماینکرافت عادیه. چون من تست کردم که بتونیم گیم رو تمام کنیم داخل سرور و احتمالا چند روز دیگه خبرشو بدم. 2 روز یا 3 روز بعد این ویدیو یه استریم داریم تو یوتیوب که بچه ها بتونن وارد سرور بشن. و اینو هم بهتون بگم اگه میخواید بازی براتون اوکی باشه باید سر تایم بیاید، چون فکر نکنم به ازای هر پلیر یه تخت چوب بده، چون یه پلتفرمی میده که میتونی باهاش جابجا بشی و ساخت بذارید اوکی تر بهتون میگم، بذارید اسپان بشیم، فعلا اسپان نشدیم. یه همچین پلتفرمی رو بهتون میده. خب اگه نداشته باشید یعنی مجبورید با من و حافظ و متین بیایید، یعنی سرورم ماد وایس چت رو داره، یعنی لازم نیست دیگه بیاید تو میت، خدا رو شکر، چون میت نمیتونم کنترلی داشته باشم رو بچه ها. یه همچین پلتفرمی رو میده، شما نیاز دارید به اوک شیپ هلم، یه همچین چیزی که باش میتونید کنترل کنید این قایق، کشتی، نمیدونم چی اسمشو بذارم. و اگه با ما اسپان نشید، یا علی چقدر صدای گیم زیاده، موزیک بس اینا رو بیار پایین، یکم صدای خودمون بهتر شنیده بشه. شما اگه با ما نیاید دیگه مجبورید شنا کنید و اگه ببینید دور تا دور ما آبه، یعنی هیچ چیزی وجود نداره مگه اینکه شنا کنید برسید به یک کشتی که شیپ هلم داشته باشه، یه همچین داداشمون داشته باشه. بذارید من بکن با چی وایس چتمون باز شد نمیدونم، بعد اینا رو تست بگیریم. یادم رفته ما اینکرافت بازی کردن داشت بذارم. الان ما این پلتفرمی که ساختیم و میبینید یه کشتی داریم اونجا، ولی خب فکر کنم اتک بده بهمون. و بهتون بگم که ما تو این آبا یه سری موجودات هم داریم که نصفشون ناشناختن. اینجا کل موجودات رو نشون میده که اینا اتک میدن بچه ها. میبینید اون جبل، میبینید الان من باید برم بذارید من اینو اکتیو کنم. داداش اکتیو شو. اکتیو شد. یکم لگ داره سرور و سرعتمون هم خیلی کمه. نمیدونم حالا اگه بچه ها اسپام بشن میفتن از روی این پلتفرم یا نه. و اگه ما بریم شما نقطه اسپانتون تو آبه، اگه برید اونجا چوب بردارید و یه پلتفرم بسازید که باید شیپ هلم هم داشته باشید، نداشته باشید بدبختید. شمشیر من کو، اینو بده به من. چی داد بهمون؟ همیشه من درد سر دارم برای این داداشمون، نمیتونم برم بالا کش. آقا بذار من بیام بالا. آقا
مهندس. ای خدا. خب ما الان باید چیکار کنیم؟ خدا میدونه. میشه بریم بالا، فقط یکم قلق داره مثل. خب بذار من بیام بالا. اوکی. خب کجا بودیم؟ همین دیگه، پلتفرم رو نداشته باشید بدبختید. یعنی ما میریم هر چند تا پلیر بتونیم جمع کنیم تو دقایق اول سرور جمع میکنیم و میریم دیگه. شما میمونید و اینا رو من دیدم پلی دادم این ماد پک و اینا جفتشون اتک میدن. یه جورایی میشه گفت چی هند، اگه بتونم، یعنی بتونم که میتونم یادم بیاد اسمشون چیه. چی تو بود منشن اسپان میشه اونا، اگه یادم بیاد اسمشونو. این که مال وودلند منشنه، اینا مال دزدای دریاییه. اینا کلا ما باشون فرق میکنه. خلاصه ما باید بریم دیگه، بریم تا یکم لوت کنیم و برسیم به یه جزیره اگه شانس بیاریم نزدیک باشه همونجا دیگه میزنیم زمین. کرفت بازی رو هم بگم، کلی کرفت داریم، از پیککس های لیول اپ شده و کلی چیزای دیگه. خیلی بچه ها کرفتینگ این بازی خوبه و من همیشه دنبال یه همچین مادپکی بودم که کرفتش خوب باشه. میبینید پیککس و آرمورای خیلی خوبی داره. یعنی این پیککس ها رو من به دست نیاوردم ولی خب تو کریتیو گرفتم. بعضیا قدرت اینو دارن که یه چانک رو خالی کنن. اینا داخل این کشتی های دزدای دریایی پیدا میشه که بهت رندوم آیتم میده. اینا مجیکن، یه سری مجیک ها هم داری که مثلا فریز میکنه اینا. یه چند تا کرافتینگ جدید اومده. بکپک داری، ویس چتش اوکیه. بعد تو میکسر داری، پرس داری اگه بتونم پیدا کنم. اینا برای ساخت ساز بیشترین بلاک های جدید. ما نیاز به همچین اگه برسم بهش، نه نرسیدم هنوز بهش. ما به این بخش کرافتینگش نیاز داریم که کنونه. اصلا این مادپک خیلی جذابیه، یعنی منتظر بودم فقط رو سرور اد کنم و بگم ماه به ماه ما مادپکامون عوض میشه. یه سری مادپک جدید میذاریم، اینجوری نیسته که این مادپک رو کلن رو سرور داشته باشیم. خدا رو شکر این کشتی ها نمیافتن دنبالمون. بعضی از این کشتی های دزدای دریایی میافتن دنبالتون و کنون هم دارن، با کنون دارن سرویس میکنن. خب ما اینجا یه جزیره داریم. فعلا حالشو ندارم برم پیش این، چون میدونم این دهنمون رو سرویس میکنه. این ماهیگیره، لوتش نسبتا خوب. بذارید سوسکی بریم نگیره دهنمون رو سرویس کنه. امیدوارم که دهنمون سرویس نشه. همین دیگه داشتم میگفتم بچه فقط باید بیاید بچه، یعنی استریم استارت بشه من و حافظ و متین که هستیم، شما رو نمیدونم، فقط سر تایم بیاید. امرالد داره، پوشن داره، اینا رو هرچی داری رو بده به من دیگه. من اینو نمیدونستم اینجا یه چستی که داره. پوشن هیلینگ و واتر بریدینگ داره. واتر بریدینگ تختشو هم برداریم، ریسپانمون رو ست کنیم. یه سری ماب هم داره بچه، نمیخوام باهاش اصلا در بیفتم. بذارید من تختم اول بذارم، ریسپانم رو ست کنم که خب بریز بالا. هرچی لوت کردیم دیگه این رو بریز بالا. شمشیر رو بده به من، بریم. و یه سری بچه ها یه آیتمی هسته اگه بتونم پیداش کنم. یه سری یه دونه سورت نمیشه بهش گفت، بار هم میتونید ارتقا بدید، شیلدا رو میتونید ارتقا بدید. خیلی اصلا کرافتینگ بازی جذاب. این سورده خیلی سورده مشتیه. بعضی از این آیتم ها رو باید
خیلی سختگیر میاد. یعنی من متریال کرافتشو اصلا یکیشونو که پیدا نکردم، اون یکی هم که خدا میدونه کجاست. اگه بتونم پیدا کنم. داینامایت که نمیخوایم، دایناموت او مای گاد، دینامیت نمیخوایم. و اگه بتونم پیدا کنم اون چیزی که بهتون ما اینو میخوایم، یه جور بومرنگ بچه، اینو اصلا پیدا نکردم. هارت آف دایموند رو پیدا نکردم، قلب دایموند رو پیدا نکردم. این یه چیزایی بومرنگه دیگه، از دور میتونید اینا رو لوت کنید. یعنی میزنی میره، هرچی میشکنه هرچی داخلش بود و برمیداره میاد سمتت. خیلی چیز گادیه این بومرنگه. و من یه بار توی یکی از این چستا گیر آوردم. این چستا گاهی اوقات خوبه، سیدم میده. سید اصلا تو بازی گیر نمیاد بچه. این سیدا رو این سیدا رو این سیدا رو این سیدا رو باید خیلی سخت گیر میاد. یعنی من ندیدم جایی که مثلا درخت کامل، البته هست ولی خیلی دوره. یه ادوانسمنت هم میده. یکی از این یه جزیره هست که خیلی بزرگه، خیلی سبزه، توش کوهموه. ولی خب من یه بار رفتم توش یه خونه ساختم و نمیدونستم که تاندر استورم این بازی اگه با چوب یه چیزی رو بسازی میاد خراب میکنه. کل چستا و خونه هم خراب کرد. تورنادو، ببخشید میگم تاندر استورم، تورنادو این بازی همه چیز رو خراب میکنه. یعنی بعد یه جایی هم واسه بچه ها درست کنم که چی داد بهمون این بعدی اینه که لوتش میره پایین، لوتش میفته کف آب. ولی خب اون بومرنگ رو داشته باشیم دیگه مشکل اینو نداریم، راحت لوت میکنیم. تورنادو این بازی بچه همه چیز رو خراب میکنه. و اگه پشت این هلمه نباشید شما رو هم میبره، کلا براتون میداره میبره یه جای دور است، پرتتون میکنه و خیلی چیز خطرناکه. من ترسیدم. خب اونجا یه کشتی داریم، بریم اونو لوت کنیم. و واسه همون باید یه جا واسه خودتون درست کنید که وقتی تورنادو اومد برید داخلش و قایم بشید، وگرنه شما رو برمیداره. و خونه هاتون هم از سنگ بسازید و چستاتون رو ببرید زیر زمین، چون تورنادو این بازی خیلی، من زخمی خوردم از این تورنادو که هیچکی نخورده بود. داریم رکورد میکنیم. بله رکوردمون هست، مرسی. اوکی. واسه همون لطفا اگه اومدی اینجا که سگ پر نمیزنه. یه چیزی جالبی هم بهتون بگم، ویلیج های این بازی بچه ها زیر آبن. مثل یه چی بهتون بگم، یادم نمیادم، خیلی سخته بعد چند ماه بیای ویدیو بگیری و یا استریم بذاری. مثل یه آزمایشگاست، زیر آب، شیشه‌ایه ویلیجاش، اتاقکه و خیلی قشنگه. اینجا استاپ کن. چی داره؟ تونز 2 داره. ما از اینا میخوایم، اینا رو با دست بشکنیم میده بهمون. آره شما واسه ساخت کشتیتون نیاز دارید به این فرویتر، یه همچی اسمی داره، باعث نمیشه غرق شید دیگه. بچه همینو بر نمیدارم من. شما نیاز دارید به همچین چیزی. ولی خب این کشتی خیلی بزرگه و چی هم نداره. چی نداره؟ اگه گفتی چی نداره، انجین نداره. شما برای اینکه سرعتتون زیاد چه نیاز به بادبان دارید یا انجین. تا الان من انجین ساختم، خیلی خوبه، خیلی سرعتتون میره بالا. ولی خب این کشتی چون انجین نداره سرعتش خیلی پایینه. همین دیگه. باید از اینا جمع کنیم. یکم چوبم جمع کنم من.
بله دیگه، شما اگه جایی اسپان بشید که یعنی با ما اسپان نشید، مجبورید بیاید یه همچین جایی رو لوت کنید، لوتش کنید و واسه خودتون کشتی بسازید و میمونید اگه با ما نیایید. ولی خب اگه حوصله دارید که میتونید بیاید یه همچین کشتی پیدا کنید و بزنید زیرش. الان من بهتون نشون بدم. شما فقط کافیه شیفت بگیرید با دست خالی، البته اینو اکتیو کنید. میبینید این چون من برداشتم کفشو غرق میشه، اینا باعث میشه غرق نشه کشتیتون. همین دیگه، این الان غرق میشه چون من برداشتم چیاشو. ای خب ما میریم سوار کشتی خودمون میشیم. بذارید من یه کاری رو کنم. حالا اینو دارم کم قایقمونو، البته این کشتی نیست دیگه، قایقه دیگه. بیارم بالا قایقمو، بعدها بخوام بزرگترشم کنم به درد سر نخورم. این بار چطوری شد؟ اوکی. این الان خیلی اومد بالا. حتی بعدها چستم اضاف کنم، ای خدا، بعدها چستم اضاف کنم دیگه سنگینیش اونقدر زیاد نیسته. بریم دیگه. سبک هم باشه سرعتش باز بهتر میشه. من الان 2.45 متر در ثانیه، البته میلیمتر متره، فکر نکنم 2.5 متر دیگه، 2.5 متر در ثانیه سرعتمه. ولی خب من تا الان به 7.46 هم رسیدم با انجین موتور. بذار من لاوا پول کم پیدا میشه، از این دیریپستونا بردارم که بعدها فعلا جاشو میدونیم دیگه. و این که سید اصلی بازی نیست، سرور رو یه سید رندوم میذارم. ولی خب شما میتونید سیداتون رو به من بگید، سیدای مختلف بگید. ولی خب ندیدم کسی سید این بازی رو بگه.